دوست سیکرتی واتساپ که تا حال واتساپ این رو اجازه دادگی نبود حالا امکانیت داد میتونید این فунکسیا رو استفاده برید. دانستن میخواهید پس ویدیو رو تماشا کنید. وقتهای پیش اگر در واتساپ اسمس روان کنیم پس از 1 ساعت انیخترش پس از 68 منوت دیگر удалить у всех نمیشد. حالا مهلت همین رو واتساپ با 2 سوتکه دراز کرد. شما پس از اسمس روان کردن دوام 2 روز کدام وقت خواهید میتونید در اومده از هر دو طرف اسمس رو удалить کنید. اگر شما صاحب گروه باشید هم اسمس های دیگران رو پیشتر از گروه удалить کردن نمیتونستید. حالا واتساپ این امکانیت رو داد. اکنون شما اسمس های دیگران رو میتونید که از گروه خودتون پر را удалить کنید. این آیفون 13 پرو اینش باشد آیفون XR در داخل کورپس 13 پرو. از این تلفن علاقه ما خیلی کلیت زیاد فروختن. کسانی که خریدنی باشند دستف که این تلفن ها با تمامی تریتوری روسیه هست